فرشادخان پیوس چهارمین صعود شما به لیگ دسته اول بود با تیم‌های مختلف به لیگ دسته اول، بعد سومین صعودتون با تیم‌های گیلانی. چطور بود این صعود؟ به نام خدا سلام هستم خدمت هموطنان عزیزم، مخصوصا استان گیلان عزیز و مخصوصا مردم خوب رشت و اطرافیانش. خدمت شما هستم. خب خودتون می‌دونید که ما اومدم بودن 8 هفته اینجا بود اومدم و بازی‌های خیلی سختی داشتیم. با تیم‌های بازی داشتیم که هم خواستن صعود کنن هم می‌خواستن بیافتن. خیلی سخت بود. هر بازی شرایط خاص خودش داشت و بچه‌هامون به نظر من با تمام وجود کار کردن. کادر فنیمون جا داره ازشون تشکر کنم، رئیس نمیبرم، از همه تک تکشون واقعا خیلی خوب همفکری من دادن و تونستیم تمرینات خوب منظمی داشته باشیم. جا داره که به نظر من از مالک باشگاهمون هم تشکر کنم، آقای زحمتکشون. واقعا وظیفه‌مونه که تشکر کنیم ازشون، چون واقعا اینا بودن همه با هم همدل بودیم تیم رسید. از رئیس هیئت فوتبال آقای الماسخاله، آقای آرمان عزیزم که مدیر تربیت استان گیلان بودن، خیلی زحمت کشیدن، جا داره تشکر کنم ازشون. همه که هر کسی که دست تو دست هم به تیم تا اینجا رسوند، واقعا جا داره که بگم که دست مریضا بهشون بگم. و کار من فرشاد پیوس نبوده، کار گروهی بوده، کار همگی بوده، تیم قهرمان شده. یه وظیفه کوچیکی داشتم، قولی داده بودم به مردم خوب گیلان، اون کارو انجام بدم و با جنوده کار کردم. شبانه روز خداوکیلی کار کردیم، خیلی سختی کشیدیم، خیلی حرفا تو دلم بود، هنوزم بازم نمیگم و این حرفا ان شاءالله بعداً حتما میگم، چون الان تو شب شادی و شب به قول ما عشق و واقعا با بچه‌ها بودن خیلی نعمتیه. ان شاءالله بعداً در این مورد حرف میزنم من. ولی یه سری واقعا دوست نداشتن این تیم بیاد بالا، ولی حیفه، من نمیبخشمشون، چون واقعا حیفه این گیلان عزیزمون، این هوادارامون که تیفوسیای خوبمون که 20 ساعت راه اومدن، دستشون رو بوس میکنم، واقعا دست مریضا بهشون میگم، اومدن با جون دل تشویق کردن. اینا اگه نبودن ما اصلا عمرن نمیتونستیم نتیجه بگیریم. رو راست دارم میگم، هوادارا نبودن نمیتونستیم نتیجه بگیریم. اون هواداران یه شور و اشتیاقی انداختن به بازیکن‌های ما و بازیکن‌های ما تونستن روز به روز هر ثانیه به ثانیه، دقیقه به دقیقه بهتر بازی کردن. اون هوادارا دستشون رد نکنه، واقعا 20 ساعت راه، خیلی 20 ساعت راه، بیان 4 ساعت هم اینجا تشویق کنن تیمو، 3 ساعت هم تشویق کنن، واقعا دستشون رد نکنه. تشکر میکنم ازتون، ان شاءالله که آرزوی موفقیت میکنم. خواهش میکنم مسئولین محترم این تیمو ول نکنن، حیفه. من خیلی تجربه دارم، تیم‌ها اومدن بالا همون موقع آسانسوری افتادن پایین، حتما بهش کمک کنن. آرزوی موفقیت برای تیم عزیزم داماش میکنم، ان شاءالله که هر جا باشن خوب و خوش خوردن باشن، بتونن سال بعدم ان شاءالله ما هدفی که باشگاه بخواد بتونه برسن. دارم خواهش میکنم ازشون که مسئولین که قول دادن اون پاداشا رو بدن، حتما به دست این بچهای عزیزم حتما باید بهش برسه. قربون همتون بدم. یا علی مدد. قربون شما.